ضمن نشست مطبوعاتی ریاست استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و ناظراتی سودا در ولایت سوخت اطلاع داده شد که حمایه حقوق‌های هر یک استعمال کننده از جانب دولت حفظ کرده می شود. همچنین آنها را از خف خریداری مالی که به حیات سلامتی بخطری تهدید می کند و یا به پایمال کردن حقوق‌های قانونی شهروند سببگار می شود به طور رایگان برطرف کردن نقصان مال یا عوض کردن آن، برقرار نمودن خسارات معنوی که در نتیجه استفاده مال نامطلوب به میان آمده است حمایه می کند. یعنی دولت توسط قانون‌های عمل کننده حقوق شهروندان خود را همچون استعمال کننده حمایه نموده، وابسته به تقاضای زمان سند و حجت‌های نو جهت حمایه شهروندان قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصانی واقعی و حقوقی مورد عمل قرار داده شده است که شهروندان می‌توانند در حالت پایمال گردیدن حقوق‌های استعمالیشان با ریاست استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و ناظراتی سودا در ولایت سوخت طریق خطی و یا تلفن‌های باوری مراجعت کنند. گفته شد که با مقصد حمایه بازار استعمالی از مال و محصولات پس‌صفت و خطرناک، متخصصان ریاست در همکاری با کارمندان مقامات حفظ حقوق یک قطار محصولات بی سرتیفیکات و قاچاق از جمله نزدیک 1500 کیلوگرم محصولات قنادی، بیش از 1000 کیلوگرم محصولات ساختمانی، زیاده از 700 کیلوگرم غذای کودکانه و دیگر نامگوی محصولات را آشکار نمودند. اینچنین از جانب متخصصان شعبه آزمایشگاه محصولات خوراکه و کشاورزی ریاست در سال 2025 در مجموع بیش از 15000 نمونه محصولات خوراکواری و کشاورزی از تشخیص گذرانیده شد که این نشان داد در مقایسه با همین دوره سال گذشته بیش از 1200 نمونه زیاد می باشد. از بین محصولات‌های تصدیق کرده شده 125 نمونه آشکار گردید که این محصولات آرد، روغن، گوشت، غله‌دانگی و دیگر محصولات از روی نشاندادهای صفت و بی‌خطری به طلبات حجت‌های معیار و رگلمنت تکنیکی نامطابق دانسته شدند. در آخرین نشست مطبوعاتی روزنامه‌نگاران به سوال‌های مطرح نموده خود پاسخ‌های مشخص گرفتند.